سلام علیکم عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوشمزه ویدیو جدید. بچه‌ها تا آخر ویدیو چک بکنید، لایکاتون مونده باشه، یوتیوب از آقا لاکار میپرونه. سریع بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ اولین ویدیو. من یکی از آرزوام فکر کنم تو ویدیو گفتم نگفتم، ولی میخوام بگم این بار دوباره، اگه بار اولی که بار اوله اگه نیست که بگم باز. من یکی از آرزوام که اومدم یوتیوب رو شروع کردم اول به خاطر نیما بود. اصلا نیما رو که دیدم من گفتم 100% باید انقدر بیام رشد کنم که افتخار اینو داشته باشم بتونم با نیما ویدیو بگیرم. دور سرت بگردم. چی بگم، خواهش میکنم ازتون اگه میشه لطف کنید این یه تیکه ویدیو رو دست به دست کنیم دست نیما برسه. ولی میدونم من خیلی 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 کوچیک‌تر از اونی هم که تا به نیما برسم. قربونت برم من. با من ویدیویی بگیره در من میتونم چقدر دیگه رشد کنم، 3 سال دیگه 4 سال دیگه که بتونم افتخاری داشته باشم با نیما، با فرشاد، با سوگنگ ویدیو بگیرم. ولی از همه بیشتر با نیما دوست دارم ویدیو بگیرم. دور سرت بگردم. با نیما آشنا شدم یک حال دیگه ایه. مثلا خود نیما یه حال دیگه است، خیلی خوبه. این از این خواهش می‌کنم اگه میشه این پیام منو به نیما برسون. دمتون گرم. قربونت برم من. دور سرت بگردم. تو باعث افتخار منی. قربونت برم من. عزیز دلمی. من اسم تو اینجا فقط دارم ابوالفضل. دورت بگردم. من هر طور شده آیدی یوتیوب پیدا میکنم و میذارم رو صفحه به ادیتور میدم. بچه اینجا دارید میبینید هر طور شده پیدا میکنم. من فقط اینجا برام یه اسم هست. ببین وایسا ابوالفضل، ازت یه قولی میخوام بگیرم. اینو دارم جدی میگم. ازت خواهش میکنم یه قولی رو به من بده که حتما این کاری که داری میکنی و به هیچ عنوان ول نکنی، به هیچ عنوان تسلیم نشی، به هیچ عنوان نگران هیچی نباشی، فقط به مسیر ادامه بدی. خیلی بهم انرژی دادی، خیلی اصلا ساختی. دمت گرم. دورت بگردم. من خیلی دوستت دارم، عاشقتونم بچه‌ها. خانواده تکیدو اصلا ببین اصلا قربونتون برم من. ابوالفضل جان خیلی خوشحال شدم این ویدیو تو دیدم، پیامت بهم رسید. دورت بگردم. ویدیو تو دارم میبینم الان به شدت حالمو خوب کردی و این قول همین الان که داری این ویدیو رو میبینی ازت میگیرم. عاشقتم، عاشقتونم. بالا بالاها ببینم ابوالفضل، ببینم چیکار میکنی ها. بریم ویدیو بعدی.